خواستگاری و ازدواج و فرزندان امام زمان. راجع به زندگی حضرت توضیح بدید. آیا ایشان ازدواج کردند، فرزند دارند یا خیر؟ نمیدونم، حالا ما چون در واقع باید امانتدار باشیم و صادقانه مطرح بکنیم سوالو مطرح میکنیم، اما فکر نمی کنم لزومی داشته باشه پرداختن به این موضوعات که در واقع یه جورایی انحراف از مباحث اصلی. ما باید شناختمون رو نسبت به امام زمان بالا ببریم، نه اینکه به این موضوعات حاشیه بپردازیم. ناگفته هم نماند آقا که برای ما هم ارسال کردن در بعضی از شهرها گزارشاتی که به ما رسیده و ایمیل هم برای ما کردن، تصاویر رو منتشر کردن تحت عنوان خانواده امام زمان و مسائل این چنینی. این موضوع راجع به این صحبت بفرمایید. خب اینه که همش باطل هست، این عکس ها و این تصاویر. ما یه بحثی رو داریم به نام آسیب های مهدوی. یکی از آسیب ها هم این بحث های کم اهمیت هست مثل بحث ازدواج امام زمان. البته چون الان داره به یک نوع انحراف تبدیل میشه، لازم هست یک اشاره‌ای بشه. آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کردن؟ آیا فرزند دارن؟ چون زندگی حضرت زندگی غائبانه هست و ما با ایشون ارتباطی نداریم، اثباتاً و نفیاً به صورت قطعی نمیتونیم چیزی بگیم. آیا حتما حضرت ازدواج کرده؟ قطعا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. آیا حضرت الان همسر دارن؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. کسانی که قائل به ازدواج حضرت هستن معتقد هستن که پیغمبر اکرم وقتی فرمودن ان نکاح و سنتی، ازدواج سنت من هست، امام زمان اولاترین فرد هستن به سنت پیامبر عمل بکنن. این درسته، پاسخ دادن که هرچند امام زمان اولاترین فرد هست، اما زندگی حضرت یه زندگی خاصه، ایشون در غیبت به سر میبرن. گاهی وقتا موقعیت های خاص باعث میشه انسان محظورهایی رو پیدا بکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم حضرت ازدواج کردن، به ویژه بچه دار شدن. چقدر تبعات منفی هم داره. الان مثلا یه خانمی میاد ازدواج نمیکنه، میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه من منتظر هستم امام زمان بیاد برای خواستگاری. بعد یکی مثلا چند روز بعدش هم بیاد بگه که بعد دیشب حضرت اینجا اومدن با یه دسته گل و نمیدونم حلقه فلان. برنامه گذشته مدعیان بین اشاره کردیم. اینها همش از اساس باطل هست و باید به شدت با این جور افراد برخورد بله استاد، واقعا من همین رو می‌خواستم عرض بکنم. حالا که به بحث عکس خانواده و همسر امام زمان علیه السلام رسید، همین برنامه به سوی ظهور تو یکی از بخش‌های برنامه‌اش تحت عنوان مدعیان دروغین عکس تصویر یک خانمی رو پخش کرد که میگفت من همسر، این مدعی بود که همسر امام زمان هستم. گفتن آیا این حقیقت دارد که امام زمان در جزیره خضرا زندگی میکنن؟ بساط جزیره خضرا رو، یعنی بحث جزیره خضرا رو باید به صورت مستقل تو یک برنامه بهش پرداخت، ولی ما میتونیم بگیم بر اساس تحقیقات و کار کارشناسی اساس جزیره خضرا منتفی است. البته اونهایی هم که معتقد به جزیره خضرا هستن نمیگن خود حضرت اونجا مستقرن، میگن فرزندان حضرت اونجا هستن. خود حضرت یه سرکشی میکنن، یه تابی هم تو سایر مناطق میخورن. منتها چون جواب خاصی داره، یعنی موارد رو به صورت ویژه گفت، به صورت اجمال میگیم جزیره خضرا مورد قبول نیست. شماست که گفتین آقا سجود کنن مدعای همسر انتخاب کنن؟ من نگفتم اینو، اهل بیت دارم میگم. پیامی که از این جلسات برای شناخت بیشتر امام حی ارسال میشه فقط مختص شیعیان و حتی مسلمانان جهان نیست و برای همه مردم جهانه. من خوب میدونم با ارسال اخباری که باید به سمع و نظر شما بندگان خوب خدا برسه به وظیفه اصلی خودم عمل کردم. شاید بپرسید وظیفه‌ای که باید اجرا بشه چیه؟
خدمت شما بزرگوارا باید عرض کنم که من قبلا هم بهتون گفتم و این موضوع برای خیلی وقتا پیشه، یعنی سال 1370 که از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم. خواهرای قدیمی میدونن که اون حضرت چه تعابیری از این جلسات داشتن. مثلا اون باری که فرمودن اگه من 3 نفر مثل داشتم تا حالا اومده بودم. این یعنی چی؟ یعنی آقا امید داره به این جلسات ما. شخص نامبرده پس از 2 ازدواج ناموفق و در حینی که با همسر سوم خود زندگی می کرد مدعی می شود با وعده حضرت صاحب الامر قرار بر این است که در دوره پس از ظهور آن حضرت این خانم را به همسری اختیار کند. این جمله از شماست که گفتین آقا ظهور کنن مردای همسری انتخاب کنن؟ من نگفتم اینو، اهل بیت دارن میگن. شاید من لیاقت نداشته باشم اون لحظه که فرا میرسه، زمانش فرا میرسه لیاقت داشته باشم اون شرایط داشته باشم. ولی من این قول دادم همونطور که در گذشته به کسای دیگه قول داده شد، مثل شهربانو، مثل ملیکا. 13 تا من خواستگار اومد. 2 بار آقا امام زمان علیه السلام رو دیدم. من یه بار در مکه دیدم در حال طواف، یه بار در اهل محسیار احواز دیدم. اولا من ایشون رو با چهره میشناسم، چهره‌های مختلفی ایشون دارن، چهره پیر دارن، چهره جوان دارن. اولا چهره اصلی ایشون رو میشناسم. یک دفتر دارن که 1000 صفحه فقط این سومش این اخبار هست. این اخبار رو من ندیدم، دیگران دیدن. دیگران رو میتونید صدا بزنید بگید تو این خواب رو دیدی، دست رو قرآن بگو دیدی. خانم 3 جمله میفرمایند. برو بگو ظهور فرزندم مهدی نزدیک است. آنان میباید توبه از گناهان گذشته کنند. برو بگو بلای قاسمانی هم نزدیک است. هر وقت مردم بلا را احساس کردن تا میتوانند از شیشه فاصله بگیرن. برو بگو آن روز که حمیدم بیاید من نیز با حمیدم خواهم آمد. و میدونید یکی از نامهای حضرت حجت السلام حمید هستش. سال 70 حضرت که جمله فرمودن نمیتونم بیام چون مردم منو طلب نمی کنن. 2 شب بعد فرمودن نمیتونم بیام، اگر بیام باید کشم، برای اینکه نکشم نمیام. و من تصمیم گرفتم کاری بکنم که ایشون هم بیاد هم نکشه. 1 ماه فقط گریه کردم. پس صدای من از سال 67 تا 70 خراب شد. چشمای سال 70 بیناییش رو با سرعت از دست داد. و من اگر عینکم بدم دستون متوجه میشه بینایی در حد اقله. اگرچه حضرت این جمله رو فرمودن وقتی بیام کافیه منو ببینه، وقتی ببینه چشماش میشه. برو بگو جزوه حق رو به همه برساند. برو بگویید مهدی گریه میکرد و میگفت، بگویید گریه میکرد. نیروی من اصلا تحلیل نرفته و خود اهل بیت هم گفتن ما نیرو بهت میدیم، ما حتی مبره‌های کمرت رو خودمون مرتب کردیم. من فکر میکنم انتخاب قبل از این دنیا بوده، چون یه جمله دارم از حضرت. من از 87 نسل پیش به من معرفی شده است. 87 نسل پیش میشه 870 سال پیش. البته میخوام بهتون بگم که همچنان اخبار ادامه داشت و من مینوشتم، اخبار رو مینوشتم، رویاهایی که دیده میشد من مینوشتم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت وقتی که شروع کردم بسم الله اللهم گفتی من در اینجوری احاطه کرد رفتی توی اسم توی حسن تا آخر. یا خودم این احساس کردم، من احساس کردم که اصلا فضای دفعه عوض شده اینجا و همه حاضر 28 دقیقه تمام این سرا
موجه نزدن. اینجا میگم موجه نزدن قلوب نمی کنن اما اطلاق نیست، چون نگاه میکردن همچنین یه دستی اینا رو همه رو گرفته موجه اشتاته بود، چشا بوزاشون رو باز کرده بود دون از جمهوری اسلامی هم چیست. بینندگان عزیز و گرامی، شما فهمیدید چی شد؟ نمیدانیم چرا بعضی مردم از نعمت عقل که الله متعال به وسیله آن انسان را از سایر مخلوقات خود جدا کرده و افتخار بخشیده استفاده نمی کنند. اگر واقعا این امام زمان خیالی متولد شده و وجود خارجی دارد که ندارد، پس چرا کوچکترین آیه‌ای در قرآن کریم درباره کل افسانه امامت و به خصوص افسانه شاخدار امام زمان وجود ندارد؟ چرا یک حدیث صحیح وجود ندارد؟ تاریخ هم که تکذیبش می کند، با عقلم که درست در نمی آید. بزرگترین دلیل بر افسانه بودن داستان امام زمان همین است که تا شما درباره تولد و وجودش دلیل می خواهید و از جزئیات زندگی و ازدواج و فرزندان و خانواده‌اش سوال می کنید، یا تفره می روند و یا شما را تهدید می کنند. واقعا خودشان هم گیر کردند. هرچه دروغ می گویند که دروغ اولی را توجیه کنند، رسوایی بیشتر می شود. جزیره خضرا هم دروغ، ازدواج هم دروغ، همسر و خانواده هم دروغ. بهتر نیست که یک بار و برای همیشه به دروغ بودن و افسانه بودن این داستان خیالی اعتراف کنید و خود و دیگران را راحت نمایید. آخر که این کار را خواهید کرد، همین امروز بهتر نیست؟